دادگاه اروپایی حقوق بشر اخراج یک عائله تاجیک را از روسیه منع کرد. این زن را که از او نام برده نمی شود در تاجیکستان به عضویت در صف حزب التحریر گمانبر می دانند. فعالیت حزب التحریر در تاجیکستان و روسیه ممنوع شده حرکت اکستریمیستی شناخته شده است. در تاجیکستان این زن در پایگرد قانونی قرار دارد. وکیل دفاع این عائله گفته است که اتهام عضویت این بانو به حزب التحریر اساس ندارد. قبلا شوهر او با اتهام عضویت در این حزب در تاجیکستان زندانی شده است. حالا این زن که از او شرطاً زمیره سلیمانووا نام بردند امکان دارد در روسیه موقتا پناهنده شود. درباره قرار دادگاه اروپایی حقوق بشر روز دوشنبه مسئولین سازمان حفظ حقوق مموریال خبر دادند. دب با حکومت روسیه پیشنهاد کرده است که شهروند تاجیکستان نباید به کشورش و یا دولت سیوم انتقال یابد. حالا خدمات فدرالی مهاجرت روسیه باید مسئله به این زن دادن مقام پناهندگی موقتی را بررسی کنند. قبلا خدمات به دادن مقام پناهندگی به زمیره و 3 فرزندش رضایت نداده است. گفتند در سازمان مموریال در این سازمان به رسانه‌های روسیه گفتند که در تاجیکستان به زمیره سلیمانووا خطر تهدید می‌کند، زیرا در سال 2006 عائله او با اتهام عضویت در حزب التحریر در جستجوی مقامات قرار داشته است. شوهر این زن در تاجیکستان سال 2003 زندانی شده است. بعداً او از زندان رها شده به روسیه فرار کرده است. حالا مقام پناهنده موقتی را دارد. این عائله از سال 2006 این جانب در روسیه به سر می‌بردند. یک مدت زمیره سلیمانووا را در روسیه بازداشت می‌کنند، اما پروکراتور ژنرالی روسیه او را به تاجیکستان استرداد نکرده است. از سال 2012 شوهرش مقام پناهندگی می‌گیرد، اما به همسر و فرزندانش مقام پناهندگی ندادند. از این سبب به دب مراجعت کرده است که بدون داشتن مقامات پناهندگی امکان دارد از روسیه استرداد شود.